قربان شما. این گفت دستشویی داره برای کجا؟ خب بردیش یا نه؟ مغازه اینا رو میتونی بالا بکشی؟ حرف دهنتو بفهم. حرف دهنتو بفهم. ببود ببین فریدون فرید آی حالم بده. چی شد دنیا؟ احوالم بده. حالم بده. احوالم بده. هیچ. اینو پاره کردی ولی ما از حقوقت کم میکنیم. از چیشو بنداز بابا. امان خدای نمیگم تو چی کارت کنه؟ این مسخره بازی چی از خودت در میاد؟ رفتیم اونجا دفتر بخریم، دفترهاش تموم شده بود، یه سری کتاب داشت تخیلی بود، به کارمون نمیاد جامعه داده خرید. وای نه. آقا سیروس میگم مواظب جولز باشین چه دیگه در نیاریم. بابا شل شده ببین.